ایشون میفرماد اول صبح که از خواب بیدار میشیم چند دقیقه با خودتون بشینید این فکر رو بکنید، بگید یا الله یه فرصت دوباره، یه روز جدید به من عنایت کردی، من رو لایق یک روز دیگر برای زندگی کردن دانستی و به من فرصت زندگی رو در این روز دادی. خدایا به من توفیق بده تو این روز بتونم طوری زندگی کنم که تو رو راضی کنم، طوری تو این روز که ممکنه تمام هم نشه. طلوعشو دیدم ممکنه غروبشو نبینم. خیلی ها بودن تو دنیا اول صبح دگمه های پیراهنشون رو خودشون بستن، شب یکی دیگه دگمه های پیراهنشون رو باز کرد و از تنشون در آورد.